میخوام تندترین نودل دنیا رو درست کنم. نودل سامیان یا آتشین دویچ. بزن بریم بازش کنیم. اول بهتون نشون بدم چی داخلش. خود نودل که توسط داداشای من خورد شده. این ادویه‌شه، اینم سسشه. خب مایتابه‌ای که پای ثابت نودلاتونه رو میارین، میذارین نودل داخلش بجوشه و اینو میتونین بعدش هم اضافه کنین، ولی من الان می‌خواستم اضافه کنم. می‌خریم به خاطر اینکه خیلی زیادن، میریزیم توی ظرف کوچولو که هر وقت خودمون نودل ایرانی یا چیزی درست کردیم بهش اضافه کنیم. الان دیگه من از سس قبلی میریزم، ولی خیلی کم میریزم، اما مقداری که تندخور هستین میتونین بیشترش کنین، ولی به نظر من همین یک کم هم کافیه. بعد امضای کار که خوشمزه‌اش میکنه همین دیپ چداره و وای رخ نهاییش. من با چیکن تریاکی درست کردم. من چیکن تریاکی هم درست کردم. شما میتونین با سوسیس و مرغ و اینا بخورین، با هر چیزی که دوست داشتین. آموزش این چیکن تریاکی هم توی ولاگ بلند چنلم گذاشتم. مرسی که نگاه کردی. لایک و ساب یادت نره. راستی اگه درست کردی حتما نظرتو تو کامنت ها بهم بگو.